اول من Arrangements by علیرضا زنگی. آقای مهراب، خانم ریحانه، بعد 6 سال روبروی هم دیگه قرار گرفتیم، ولی قرار نیست به هم برسیم. یه قرص برنج روی میزه. از این اتاق فقط یه نفر حق بیرون اومدن داره. 1 دقیقه وقت داری، زودتر تصمیمتونو بگیری. یه قرص برنج باشه میونمون، من اول میخورم. اگه یه تیغ به ما دوتا بدن بگم ببری، من اول میبرم. اگه یه اسلحه بذارن روی میز بگم فقط یکی، من خودمو میزنم. اگه بالای یه ارتفاع باشیم من و تو، من اول میپرم. اگه بگن یکی باید بره از این شهر، من اول میرم. اگه یه روز کنج بیمارستان مریض بشی، من قلبمو میدم. اگه توی اتاق دوتایی باشیم بگن هوا کمه نفس نمیکشم. اگه خدا عمرا رو تقسیم بکنه تو جوون بمون من پیر میشم. اگه یه جا دوا بشه سرت وای نستا برو، من کتک میخورم. اگه توی صحرا یه لیوان آب باشه میونه من و تو، من آب نمیخورم. اگه توی دریا طوفان بپاشه سنگین شقایق، من اول میپرم. اگه یه وقت حتی سردرد بگیری من سرمو به دیوار میزنم. اگه یه جایی دوتایی باشیم آتیش بگیره بذار من بسوزم. اگه زیر آوار بمونیم ولم بکن برو بذار من بفوسم. اگه بگم یکی باید بمیره بین شما دوتا بذار من بمیرم. اگه به ما گفتن این تنابه داره تو بهش نگاه نکن بذار من بگیرم. آی آدما گوش بکنی وصیت من. آی شمایی که میگیرید رو دوشتون جنازه من، دستای منو از توی تابوت بیرون بذاری تا که بدونن چیزی از این دنیا نبردم خالیان این دستای من. تو رو خدا موهای منو شونه نکشی تا که بدونن دست نوازش میکشیدن رو سر من. اگه کسی سراغمو ازتون گره سراغ خدا نذاریم بره، آخه اونه قاتل من. بگی چشاش به درمون نیومدی سراغش، نگید به یاد تو بود نیومدی سراغش.
من خودم کنار میکشم. اگه بدونم مزاحم تو هم دور خودم دیوار میکشم. اگه یه قطره خون از تنت بره من همه خونمو میدم. اگه حتی تو یکیو بکشی من خودمو تحویل میدم. اگه خدا روز قیامت بگه گناهکاری من گردم میگیرم. اگه یه تصادف بخواد بشه ماشینو میگیرم سمت خودم اول بمیرم. اگه سواره یه هواپیما باشیم یه چتر نجات باشه نمیپرم. اگه بگن یه داروی کمیابه که نیاز داری من دنیا رو میگردم. اگه یه روز تو رو گروگان بگیرم خودمو با تو عوض میکنم. اگه یه بوم بگن میون ما دوتاست دور میشم ازت میبندم به خودم. اگه جنگ جهانی بشه من اول تو رو نجات میدم. اگه یه جا پای تو وسط باشه به خاطر تو من اسیر میشم. اگه یه روز بگن عروسی توه من خودم واسط میرقصم. اگه یه روز بخوای جدا بشی ازش نترس من تا آخرش هستم. اگه یه روز بگن خونه تو اینه میگم مسجد من اینجاست. اگه یه روز یه جا بچه رو ببینم میگم به مامان نگو امو اینجاست. چشاش به درمون نیومدی سراغش. بگید به یاد تو بود نیومدی سراغش. بگید که تکبرت بود نیومدی سراغش. بگید که عاشقت ما دیگه نیام سراغش. آبجه گلم حرفم با تو هندفه. غرور یه پسر بشکنه خیلی بده. آخه میگن گریه یه مرد دیدن نداره ولی من گریه داشتم و دیدم از مردم بالاتر. بیا دیوونه شدنشو ببین. بیا این پسر سابقی که من میشناختم نیست و ببین. خورد شد حرف نزد سکوت کرد. فقط تو دلش میگفت میرسم نمیرسم. آخه این بی‌انصافی نیست خدا وکیل. خیلی بده خیلی بده عاشق بشی و نتونی بهش برسی. آبجی گلم منو ببخش باید حرف دلمو بگم. آبجی خودمی عشق داداش گلمی. داداششم فرزاد شجاعی مهراب پاشا. تقدیم به تو آبجی گلم. آژاک رکورد.